جلسه اول از مبحث ویروس کرونا. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. دوستان زن گرامی، متاسفانه زمزمه هایی به گوش می رسید و به یقین تبدیل شد که ویروس کرونا یا مریضی کرونا در ایران ما هم متاسفانه کاملا دیده شده. خیلی از اذهان مشوش هستند، ناراحتند، پریشانند که چه باید کرد و حالا چطور خواهد شد و چه نباید کرد که ما به این مریضی نه خود ما و نه خانواده ما و نه اطرافیان ما پناه بر خدا به این مبتلا نشن. ما مسلمان ها همه ایمان داریم، یقین بر این داریم که دین ما، دین اسلام، از نظر تعالیم اخلاقی، انسانی و اجتماعی و به نسبت نشان دادن راهکار در هر مرحله از مراحل زندگی بهترین دین هست. چرا که دین اسلام در آموزه های خود در 24 ساعت زندگی برای ما تعالیم خاصی را گذاشتن. دین اسلام صرفا دوستان برای خوشبختی آخرت نیومده، صرفا برای معرفی جنت و جهنم نیامده، صرفا برای وعده اون دنیا نیامده، بلکه الله متعال در کلام پاک خودش در آیات متعدد برای انسان وعده دادن که کسی که مطابق دین او زندگی بکنه، مطابق سنت نبی او زندگی بکنه، او را در دنیا هم خوشبخت خواهد کرد و در آخرت نیست. وعده دنیا نقد هست به نسبت دیندار زندگی کردن و وعده آخرت نسیه است به نسبت دیندار زندگی کردن. الله امثال خود فرمودن و من یعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحینه حیاتا طیبه و من یعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. هر مرد و زنی که اگر مطابق حکم من الله و نبی من زندگی بکنه، یعنی مطابق خواهشات خود زندگی نکنه، یعنی مطابق شیطانهای انسی و جنی زندگی نکنه، یعنی مطابق قوم خویش خود برخلاف اسلام زندگی نکنه، بلکه مطابق دین اسلام زندگی بکنه. و من یعمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. هر مرد زنی که اگر مطابق حکم من الله و پیامبر من زندگی بکنه، وعده الله برای دنیا نقد هست. فلنحینه حیاتا طیبه. حتما برای چنین اشخاصی در همین دنیا زندگی پاکیزه ما الله عطا خواهیم کرد. الله متعال دنیا را نقد فرمودن، نفرمودن میدن، بلکه فرمودن فلنحینه. حتما در همین دنیا زندگی پاکیزه بشین اشخاصی که مقصد اونا رضای الله متعال، مقصد اونا اتباع سنت نبی خدا صلی الله علیه وسلم است. حتما خواهد داد. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون. آخرت هم به نسبت چنین اشخاصی اگر پایبند باشند و استقامت داشته باشیم و با ایمان از این دنیا بریم، آخرت هم برای چنین اشخاصی تضمین هست. بله، دین ما برای خوشبختی دنیا و آخرت آمده. چنانکه نبی خدا علیه السلام وقتی که حضرت ابو سفیان رضی الله عنه دعوت به ایمان دادن و بعدا ایشون قبول کردن، نبی علیه السلام به ایشان فرمودن که یا ابو سفیان قد جئتکم بالدنیا والآخره. یا ابو سفیان بیا ایمان بیار، بیا اسلام را قبول بکن، من را به عنوان نبی خود قبول بکن که من برای خوشبختی جئتکم بالدنیا والآخره، برای خوشبختی دنیا و آخرت آمدم. نبی خدا اول دنیا را ذکر کردن. یا به نسبت 5 وقت نماز، کسی که پایبند به نماز جماعت است، نبی خدا فرمودن کسی که پایبند به 5 وقت نماز جماعت خود هست، الله متعال به 5 صورت اکرام خواهند کرد که مورد اول اینه که پریشانی های مالی و دنیوی او دور خواهند شد. لذا دوستان باید اینو مد نظر داشته باشیم که مطابق اسلام، مطابق دین، مطابق قرآن، مطابق سنت نبی اسلام زندگی کردن یعنی خوشبختی دنیا نقد و آخرت نسیه است. حالا به نسبت این موضوع هم دین اسلام برای ما راهکار گذاشته. دین اسلام در تمام مراحل زندگی برای ما راهکار گذاشته. کسی چیزی از او گم میشه، نبی خدا برای او دعا یاد دادن. کسی وسوسه قلبی میشه، نبی خدا برای او دعا یاد دادن. کسی پریشانی حالی داره، برای او دعا یاد دادن. در هر در حالت مشکل زندگی و عادی زندگی تعالیم و آموزهای اسلام راهگشای امورات دنیا و از نظر فکری و از نظر روحی و از هر نظر برای ما کامل هست. چنانکه در این مورد هم
نبی خدا علیه السلام دعا یاد دادن به نسبت همین ویروس و کرونا و دیگر مریضی های بد. نبی خدا دعا یاد دادن، فرمودن که شما دعا بکنین اللهم انی یا ربی الله من، اللهم انی اعوذ بک یا من، به تو پناه میبرم من البرص. برص همین را میگن که دستای انسان بعضی وقت اینطوری رنگی میشه، سفید میشه، رنگ با رنگ میشه، همین میگن برص، میگن پیسی میگن در فارسی. اللهم انی اعوذ بک یا ربی الله، من به تو پناه میبرم من البرص، از پیسی، از اینکه دستهای من از حالت عادی خارج بشه، رنگ های دیگر بگیره. والجنون، یا الله من به تو پناه میبرم از دیوانگی. والجذام، یا الله من به تو پناه میبرم از سالک، مریضیه که گوشت انسان اینطور حالت پوسیدگی پیدا میکنه و قطع میشه. و من سیء الاسقام، یا الله من به تو پناه میبرم از مریضی های بد، که حالا تمام مریضی ها را اینجا شامل میشه. لذا همین انشاءالله این دعا را با یقین، با اخلاص در داخل نماز بعد صلوات ها میخوایم بخونیم، یک دفعه میخوایم بخونیم یا چند دفعه میخوایم بخونیم فرق نمیکنه، یا بعد از نماز میخوایم دست را بلند بکنیم از الله متعال این دعا را بخونیم، هم خودمون و هم فرزندانمون و اهل خانواده را ملزم به این دعا بکنیم. انشاءالله به برکت همین الله متعال ما را حفاظت خواهد کرد. حالا این بحث ویروس کرونا و مریضی کرونا دیگه متاسفانه دامنگیر شده، مسلمان و غیر مسلمان همه به نسبت این موضوع وحشت زده هستند. من انشاءالله نیت کردم به نسبت این موضوع در جلسات متعدد انشاءالله بعضی توضیحات را بدم که انشاءالله این سبب خیر برای بنده و دیگر دوستان خواهد شد. از شما هم تقاضا دارم که این جلسات به نسبت بحث ویروس کرونا و مریضی کرونا شما دنبال بکنین، برای دیگر دوستان نشر بکنین تا انشاءالله تعالی الله متعال برای من همین صدقه جاریه‌ای به نسبت این موضوع هم جاری بکنه و الله متعال ما را در جنت رفیق و یار هم دیگر بگردانه. الله تعالی به همه توفیق بده و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.